روزنامه آمریکایی The Wall Street Journal با تکیه به منابع خود نوشته است که نماینده ویژه خیتای در امور اوراسیا لی خوی از کشورهای اروپا دعوت نموده است تا در اوکراین آتشبس فوراً اعلان نموده، همچون معامله منطقه‌های از سوی ارتش روسیه غصب شده اوکراین را به روسیه بدهند. بنابر نوشته این رسانه اینچنین نماینده ویژه خیتای از کشورهای اروپایی تقاضا نموده است که صاحب اختیاری خود را از امریکا اعلام کنند و خیتای را به جای امریکا به عنوان شریک بپذیرند. ولی به گفته منابع نشریه آمریکایی، منصبداران اروپایی گفتند تا زمانی که ارتش روسیه در خاک اوکراین قرار دارد سخن از صلح غیر قابل قبول است. به گفته امصوبت روزنامه که از جزئیات گفت و شنید با فرستاده خیتای آگاه بوده است، نظر چین این است که روسیه نباید در جنگ مغلوب گردد و اگر نه در حالت باخت از سلاح هسته‌ای کار میگیرد. پس از گفت و شنید با نماینده مخصوص خیتای، منصبداران بلندپایه اروپایی به خلاصه آمدند که چین خیلی نظر مشابه با مسکو دارد. از این لحاظ آنها گمان میکنند که چین همچون کشوری میان رفت در روند مذاکرات و صلح بین اوکراین و روسیه نقش بی‌طرفانه داشته باشد. به هر حال اروپایی ها نقش خیتای را در میانجیگری برای به دست آوردن صلح در اوکراین حل کننده میدانند، اما پیشنهاد چین را غیر قابل قبول میشمارند. بنا به باوری اروپایی ها برای کوتاه مدت خاموش کردن علنگه آتش جنگ در اوکراین به نفع جامعه جهانی خاتمه نمی‌یابد. تا زمانی که ارتش روسیه در خاک اوکراین حضور دارند این یک تهدید برای جامعه جهانی حساب می شود. از این رو اروپا تا حد امکان از اوکراین پشتیبانی خواهد نمود. ولی پس از ملاقات لاوروف بولی جانشین وزیر کارهای خارجه روسیه میخائیل گالوزین در مصاحبه با آژانس دولتی روسیه تاس از پیشنهاد جانب مسکو برای رسیدن به صلح خبر داد. بنا به اطلاع تاس، روسیه از جمله پیشنهاد نموده است که برای آغاز روند صلح اوکراین باید عملیات جنگی را فوراً قطع نماید و کشورهای اروپایی باشند فرستادن سلاح را. در مرحله بعدی اوکراین باید از کوشش‌های پیوستن به اتحاد اروپا و ناتو دست کشیده در سیاست بیرونش به موقع بی‌طرفی برگردد و زبان روسی را در چارچوبه قانونی همچون زبان دولتی اوکراین اعتراف نماید. اما تا این دم جانب اوکراین بارها تاکید نموده است که فقط در حالت برگشتن به مرزهای سال 1991 حاضر است سر میز گفت و شنید با روسیه بنشیند. یعنی کیف از مسکو خالی کردن نه فقط ولایت‌های لوگانسک و دونتسک و خرسون و زاپاروژه را طلب دارد، بلکه می‌خواهد که روس‌ها نیم جزیره کریم را هم به اوکراین برگردانند.